همراهان عزیز سلام و درود. با همکارم امروز آمدم به شهرک صنعتی ولایت هرات و دقیقاً شرکتی را انتخاب کردم که در اینجا بطری تولید میشه. یک منبع بسیار معتبری برای از اینکه بطری‌های با کیفیت اینجا تولید میکنن و همچنان خبری خیلی مهمتری که از اینجا صادرات به ممالک دیگه کشورهای خارج هم نیز دارن. با هم میریم داخل، فضا را به تصویر میکشیم، با مسئولین اینجا صحبت می داشته باشیم و در کل کارخانه را کوشش میکنیم به تصویر بکشیم. با ما باشید. سلام، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر. چه احوال؟ خوش اومدید. بخیرین؟ بخیر هستید؟ خوب ان شاء الله. خوب است. بخیر هستید ان شاء الله. قربان شما بخیر باشید. سلامت باشین. بخیر باشین. شما مثل ما بری هیچ کاره اینجا یا یک کاره هستین؟ نه خیر، مسئول انبار شرکت گرین انرژی پلاس. خب خیلی خوب. اسم شما؟ محمد رحیم رحیمی. اومدیم تا برای معلومات دادن برای مردم یک گزارشی در ارتباط به این منبعی که بطری تولید میکنه داشته باشیم. اگر لطف کنین همراه ما همکاری بکنین که در کل می قسمت ها یک تشریح به ما بدین که در این قسمت ها چی فعالیت هایی میشه. ان شاء الله در حد معلوماتی که دارم در خدمت هستم. قربان شما. کجا شروع کنیم؟ دقیقاً از هر جایی که شما میخواین بفرمایید. ما چون داخل شدیم و چشم طرفی از آنها خورده، من خود تخصص ندارم در این بخشا. دقیقاً اگر یک معلوماتی بدین که در اون قسمت چی فعالیتی میشه. خب برادر عزیزم، دقیقاً بخش اول ما هست که به نام بخش ذوب یاد میشه و ما در اینجا در این قسمت همین بطری بازیافتی خود به سروپ قابل استفاده برای بطری تبدیل میکنم. در اینجا همین قسمت که است برای همین کار استفاده میشه. یعنی سروپ اینجا ذوب میشه، درسته؟ سروپ ذوب میشه اینجا. بله. در روبروی ما از امو شکل معلومه که اینجا گودامه دیگه، نه؟ بله. میشه بریم داخل گودام؟ ان شاء الله. بفرمایید. مرحبا. همراهان عزیز، طبقی که برادر توضیح دادن در قسمت اول اینجا سروپ ذوب میشه، بعد در کنار یزی جایی که سروپ ذوب میشه اینجا انبار و یا گودام در اینجا هست که محصولاتی که اینجا تولید میشه با برندهای متفاوت اینجا بسته‌بندی میشه و دقیقاً در اینجا نگهداری میشه. طبق شما تصویر میبینین این گودام و یا همون انباری شرکتی گرین انرژی پلاس که در کل اینا بطریه. بله. داخل ازی چند برند هست؟ ما بیشتر از 18 برند 17 برند داریم در فابریکه خود و هر برند از خود سایزهای مختلف دارن. خیلی خوب. بله. کدام جای به شکل نمونه از برندها گذاشته دارین؟ بله بفرمایید. خیلی خوب میشه که ما در قسمتی از برنامه خود قمو برندهایی که گفتین 18 تا برنده اونا رو به تصویر بکشیم. یک برند همینه؟ آریابت هستن. خیلی خوب. به نام چی؟ آریابت. آریابت. این از همون سایز NS40 گرفته تا سایز 200 آمپر از این تولید داریم ما. از 40؟ از NS40 تا 200 آمپر، یعنی از همون سایز خرد تا سایز بزرگ. خیلی. بله. بعد از این ما هست به نام میلی پاور. به نام چی؟ میلی پاور. به نام میلی پاور. این هم بطری درای چارج ما هست. از همون سایز NS40 شروع میشه تا هم سایز بزرگترین از که 200 آمپر هست. یعنی شما اینجا 200 آمپر بیشتر داریم. ما یک بخش دیگه به نام توبلر داریم که او بطری سولار است. او از آمپر ازی که است. آمپر از او بطری ما از اینا بیشتر است. بله ها. بیشتر به نظر شما این بطری‌ها را فرض مثال این بطری برای چی استفاده میکنه؟ بطری‌هایی که درای چارج هستن معمولا برای سولار استفاده میکنن و بطری‌هایی که تیزابی هستن معمولا برای موتور استفاده میکنن. برای موتور؟ بله. خیلی خوب. دیگه کدام برند دیگه هم داریم به تصویر بکشیم؟ میشه بیا اینا. برند میهن هم تونه به تصویر. درایچارج است. از اون سایز خورد شروع میشه تا هم بزرگترین از اینا. از اون 40 شروع میشه تا 200 شروع تا 200 آمپر بگیر. گفتین اینا تیزابیه؟ اینا که از درایچارج هستن، یعنی به داخل فابریکه تیزاب نمیشه. وقتی که مشتری اینا رو میخره خریداری میکنه باز امروز تیزاب میگیرن تیزاب میکنن. بازی بطری دیگه ما که شما مشاهده کردن اینجا به داخل فابریکه اینا تیزاب میشه. اینا به داخل فابریکه تیزاب میشه و اینا که هستن تو خشکه. اینا رو هایبرید میگم. این هم درایچارج هستن. خیلی خوب. بله. خیلی خوب. در کل خاصترین برند
ما معمولا برندهای ما که هست به نام ولایت افغانستان است. خب به نام ولایت، به نام 34 ولایت خب ما اکثریت برندار داریم. مثلا امزیدار به نام مزار است، جیت زید به نام غزنی، کیبل به نام کابل است، پی جی آر به نام پنشیر، کیدیج به نام کندهار. یعنی ملی است مکمل که استفاده میکنین اینا به نام بله به نام ولایت افغانستان. چقدر زیبا، چقدر عالی. در هرات چیه؟ در هرات به نام چارتی داریم. چارتی؟ بله. خیلی خوب. کجای او برند؟ هست فعلا منتها به گودام، خاطر که داخل خط تولید نورده بودن اینجا به گودام نیست فعلا، به انبار نیست. در کل محصولاتی که اینجا تولید میشه همیناه. درسته؟ بله. از اینجا باز بارگیری میشه و از شرکت با مشتری انتقال میشه. ممنون شما، تشکر. بریم بیرون ببینیم فضا را. گودام را هم کوشش کردیم که به تصویر بکشیم و دقیقاً استاد با ما توضیح بدن که بخش بعدی از این شرکت چی است. بخش بعدی ما دیگه خط تولید شروع میشه. این هنگر، جمع و هنگر وسطی، جمع هنگر آخر، همه مربوط به بخش تولید میشه. امی در کل مثل هنگر که میال نشان دادیم اینا خط تولید است. خط تولید است و کارمندان مشغول کار هستند. همیال کار میکنن. بله. خیلی. تایم کاری از اینا از ساعت چنده؟ تایم کاری ما از ساعت 7:30 شروع میشه تا 5 عصر. خیلی خوب. بیننده عزیز، طبقه که قبلا ما این موضوع یادآوری کردم، دقیقاً در روبروی ما یک بنریه که نشان دهنده از اینه که پریروز دقیقاً در اینجا یک محفلی افتتاح شده بود، جهت از اینکه محصولاتی از این شرکت برای اولین بار خارج از کشور صادر شده. ما خیلی خوب میشه در این ارتباط داخل شویم یا بریم بر ریاستی از این شرکت و سوالایی را مطرح بکنیم که دقیقاً اهدافی از این شرکت چیست و در کدام کشورها صادرات داشتن و در کل روزانه چقدر تولیدات دارن. با ما باشین، ما میریم داخل خود دفتر و یا همون ریاست با رئیس از این شرکت گفتگویی می داشته باشیم. اجازه خو هسته؟ انشالله الرحمن. کجا هست دفتر؟ روبروی شما. روبروی ما دفتر؟ با ما باشید. همراهان عزیز، در ادامه برنامه ما همین اکنون در دفتر مرکزی شرکت قرار دارم و همراه حاجی صاحب صحبتی می داشته باشیم. سلام، وقت شما بخیر. تشکر، خوش آمدین. شما بخیر. فروتنس به فابریکه گرین انرژی پلاس. ما حاجی محمد نعیم نیازی یکی از شرکای شرکت گرین انرژی پلاس خدمت شما است. خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. حاجی صاحب کوتاه، به خاطر که وقت برنامه ما کم و شما هم فکر کنم کار دارین، در کل از سال تاسیس از تا اکنون چقدر وقت گذشته؟ تشکر فروتنس. شرکت گرین انرژی پلاس در 2018 کار شروع شد کارش که در 2021 این فابریکه افتتاح شد توسط اراکین بلندپایه دولت و در حدود 4 سال است که فابریکه فعالیت خود شروع کرده و تولیدات انواع اقسام بطری های که شما به تصویر مشاهده کردین که ما بطری های درای چارج و MF و توپلر و دیپ سایکل تولید میکنیم و تولیدات ما گارانتی داره در مجموع، هم برای سولار و هم برای موتور در مجموع. الحمدلله روز به روز فابریکه گرین انرژی پلاس در حال انکشاف هست و ما پلانی که در آینده برای فابریکه داریم و پلان طویل المدت است انشالله که در آینده در سالهای بعدی فابریکه رو به انکشاف است انشالله. خیلی عالی. حاجی صاحب، دقیقاً روزانه اینجا چقدر بطری تولید میشه؟ جناب فروتنس، ما یکی ظرفیت ماست، یکی تولید عینی ماست. شما در جریان هستین که افغانستان یک کشور مهاد به خشکه هست و اینجا رساندن همچو اقلام متعدده که در حدود بالای 100 قلم مواد کیمیایی هست که ما از دنیا برای تولید باتری میاریم. گاه گدار ما به مشکل تهیه مواد میشیم که اکثر استفای ما در حالت نبود یا کمبود مواد از تولید باز میمانند، ولی در کل ظرفیت ما فعلا در حدود روزانه 3 کانتینر هست، ولی تولید عینی ما
نظر به مشکلات و نظر به نبود بازار و مشکلات که در مارکت افغانستان است، به خاطر که بطری ما با کیفیت است، بطری ما گارانتی داره، بطری ما میدن افغانستان داره، هر بطری سریال نمبر داره و ما با مو گارانتی که به مشتری خود میفروشیم پابند هستیم. به این خاطر برای ما خیلی مرغوب به صرفه نیست. یعنی ما فعلا نظر به مشکلات یا سیاست‌های دمپینگی که وجود داره، ما از تمام ظرفیتی که در فابریکه داریم به کار نگرفتیم تا حالا. متوجه شدم. داخل از شرکت دقیقاً چقدر پرسنل مصرف کار اشتغال داره؟ فعلا در دو شیفت حدوداً 500 نفر 506 نفر کارگر. منظور دو شیفت یعنی شب و روز؟ بله، کارگرایی که برادرای و هموطنای خود ماست و ما در حدود بالای 20 نفر مهندسین خارجی هم داریم در اینجا که ما را همکاری میکنن. خیلی خوب، ممنون شما. ما در بیرون بنر دیدم و همچنان این روزها خبر بسیار داغی به گوش ما رسید که اولین صادرات شما دقیقاً پری رو صورت گرفته بود در خارج. داستان ازرم اگر کم توضیح بدین و این واقعا خبر خیلی خوشیه برای مردم افغانستان. ما به خاطر که از کیفیت تولیدات خود مطمئن بودیم، به همون خاطر به گارانتی به هموطنان عزیز خود میفروشیم و در این زمان به خاطر که مردم ما مطمئن شود که ما بطری ما از کیفیت عالی برخوردار است، به فرمولای امروز دنیا تولید میشه و ما اقدام کردیم که در مرحله اول 10 کانتینر ما قرارداد کردیم که یک کانتینرش عملا روز 3 شنبه شما در جریان هستند که با وجود با آمدن معین صاحب وزارت صنعت و تجارت و اراکین محلی ولایت هرات ما مراسم افتتاح صادرات داشتیم و در هفته آینده انشالله باز یک خوشخبری دیگه خدمت شما خواهیم داشت در بخش صادرات و انشالله این معموله در آینده 10 کانتینر است و ما را انشالله انتقال میدیم از اینجا به پورت شارجه و بعضی مسیرهای دیگه ای که است. امیدوارم که در سال جدید صادرات ما به آسیای میانه آغاز شود. خیلی ممنون حاجی صاحب. دقیقاً سوال بعدی که میخوایم مطرح کنم، این خبر خوشی که گفتین قراره که اتفاق بیفته، بله، چی وقته و میخواین سورپرایز کنین یا نه دقیقاً یک خبری که میخواین بگوین؟ جناب فروتنس، ما قبلا به شما گفتم که شما رو به جریان میمانیم. ما منتظر همو اپروال اسناداش هستیم که به محض که اسنادا و بیل و اینوایس و پیکن لیستش ترتیب شوه مطابق به مقصدی که ما داریم، انشالله که اورم شما رو به جریان میمانیم و هموطنان عزیز خود به جریان میمانیم. امیدوار هستیم که هموطنان ما از تولیدات در مجموع از تولیدات وطنی خود استفاده بکنن و بلخص بطری جی پی. خیلی خوب. پیام شما به عنوان آخرین پرسش، پیام شما برای تجاران، برای سرمایه‌گذارا و برای ملت افغانستان چیست؟ بدون شک فروتنس، هر جامعه که رشد میکنه جمعی رشد میکنه. ما از تاجرها و صنعتگرایی که در افغانستان حضور دارن سپاسگزاری میکنه و او عده تجارای و صنعتگرایی که در خارج از کشور حضور دارن با دانش و با سرمایه که دارن در اشتغال زایی، در شگفت‌زایی، در آبادی وطن و در صنعتی شدن کشور ما بیاین همراه ما سهیم باشن. انشالله در صنعت افغانستان هم خدا هست و هم خرما انشالله. بخیر باشین. تشکر حاجی صاحب. قربان شما. همراهان عزیز، در قسمت پایانی برنامه قرار داریم و دقیقاً متوجه شدیم که شرکت های چنینی تنها بطری تولید نمی کنند بلکه چرخه اقتصاد و اشتغال را در حرکت در میارن. تا برنامه بعدی و گزارش بعدی، بدرود.